افسیم از رفتن تو 1656 روز شد. افسیم امو روز هر دوی ما مردیم، اما تنها تو را دفن کردن. افسیم بعد از بچه شیرم، قوت بازویم، توان قلبم از پیشم رفت، نور چشم مرا تنها مانده رفت. جوانای نسل ما ده خانه مرد، ده بیرون رهبر و ده جنگ مثل شیر هستن، خدا قربان میکنن. آی بارس ما شهید شده، فقط به خاطر اینکه این سرزمینه وطن خود ما بسازه. این سرزمینه وطن خود ما بسازه. اوی اوی حالا دیگه وقت انتقام رسیده، بیادریم. قسم به نفسایی که میکشیم، قسم به اسبای خسته ما، قسم میخوریم، قسم به مادرای دردیده ما، قسم میخوریم. بیادریم، اگه خون آی بارس بیادر ما رو در زمین بانیم، باز نامرد روزگار باشیم. فهمیدین؟ با شمشیر خود سر خودم میزنیم و نام خود از تاریخ وطن به همیش پاک میسازیم. قسم میخوریم. مکان اصلی فتنه قلعه کاراج حصار است. یگانه جایی که میتونیم سرنخ قاتل آی بارس بیادر ما را به دست بیاریم همون قلعه است. به خاطر که بفهمیم امریکی است، نیتشان چی بود، امشب مخفیانه با قلعه داخل میشیم. فهمیده شد؟ در قلعه پیش کی میریم جناب؟ اعتماد کرده میتونیم یا نه؟ بدون یک نفر بالا هیچ کس دیگه اعتماد کرده نمیتونیم. و هم تکفور است، چرا که هدف قاتل تکفور است. چرا مخفیانه داخل میشی جناب؟ باید به تانه کت تکفور گپ بزنم، نباید کسی خبر شود. امکان داره نزدیکترین نفرش دشمنش باشه. چی امر میکنه؟ حال خوب به گپایم گوش کنن بیادریم. آفتاب و مهتاب او را روشن می سازند. تمام ستاره های آسمان روشنی خود به او می دن. تمام کهکشان را دور خود می چرخاند و تمام چشمه ها از او سن. اینا چی مانا میتن؟ در باب اولش میگه چیزی که دنیا را روشن می سازه. آفتاب و مهتاب و ستاره های روشن. کهکشان باید یک نظام شمسه پیدا کنی. در خالیگاه های طرف شمال است. طرف شمال قلعه کدام اتاق مخفی است؟ اتاق صوفیا است.
در اونجا یک مجسمه از نظام شمس دیده بودم. در بین اتاقش جایی که روشنی ستاره و مهتاب اونجا را روشن می سازه. امانتهای مقدس در اونجاست. حال براز خود بسیار زیاد نزدیک شدیم. سوفیا، سوفیا تو را چی شده؟ امرویم گپ بزن. خواهش میکنم گپ بزن، به خاطر تو هر کار باشه میکنم. من بسیار رنج میکشم کالانوس. قلب می درد تحمل نمیتونه، باور کن. عشقم نسبت به تو قلب مرا هر روز و هر لحظه میسوزونه. من بعد از این میخوایم فقط کت تو باشم. ماما میره میخوایم، اما تکفور یورگوپولوس این کارا چطور امرش کنم؟ خداوند، اگه خداوند نمیخواست که یک جای شویم، باز در قلب ما محبت جای نمیداد. کالانوس، رسیدن به تو بزرگترین آرزوی مدعی دنیاست. ماما روز هر شب درد هجران تو را تحمل میکنم. وقت تو را با تکفور میبینم خونم به جوش میآید. اما چیزی که نمیتونم سوفیا، ای چیز از دستم نمیآید. پس برام اجازه بده کالانوس. امشب میرم دوباره ستاره ها را میبینم و فردا شب باز برات احوال خود دادم. بی صبرانه منتظر خبرت میباشم سوفیا. یا خدای من، برام قوت و توانایی نصیب کن تا بتانم انتقام خون آیبارس بیادرم در زمین نمانم. تو تشویش نکن عثمانم. هوش کنی یک قطره اشکام نریزی. سرتا بلند بگی، سرتا بلند بگی. بومسی پدر شهید شده. بومسی پدر یک شهیده. درباره چی فکر میکنی؟ میشه با من بگویی؟ هیچ، اما تو فکر میکردم. حالا دیگه خنده کو. بی زیاد نزدیک شدیم. راست میگی.
بسیار زیاد نزدیک شدیم. صبح وظیفه خود حتما خلاص میکنیم. از امی خاطر جگر خونستی؟ حالا دیگه خنده کو. نه که درباره او فکر میکنی؟ درباره کی؟ امو بچه ترکه که نجات دادی. خدا میفهمه که او کی بود؟ ده اونجا چی میکرد؟ نمیفهمیم کی بود، اما ای که دلت برده معلوم میشه. به تو ای چیزه گفته نمیشه. باید خو کنیم. صبا یک کار سخت داریم، باید او رو حل کنیم. حالا سفید شدم. اگر مویایم سفید شده باشه، ای سفیدی از بالا پر ملائکه است که آی بارس ما انتقال میتن. سایه بالایشان است که سر ما افتیده. جناب بمسی، بوی بدن شهید مثل بوی جنت است. بیشتر از این به درآمد اینجا نگاه نکنین. حال وقتی است که کل مردم از این بوی مستفید شوند. ببرینش. حالا حالا دیگه سربازاییم، حالا دیگه بیادراییم. حالا
یا الله، یا حق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. علیکم السلام. کاکا مالای تازه هستن؟ تازه هستن جناب، بفرمایید. از ما چی میخواین؟ شما کی هستین؟ میفهمین که من کی هستم؟ من کارگر قلعه هستم. با من ضرر رساندن نمیتونین. الایم کو خوراک زیاد دارم. هر قدر که بخواین براتون میتم. الایم کو هیچ کدام تشویش نکو، خوراکی تا برات پاس میدیم. الفاتحة مع الصلوات.
آی بارس ما دفن کردیم. آی بارس ما دفن کردیم و نماز جنازه شام کل ما خواندیم. اما در قانون ما هیچ شمشیر قهرمان در غلافش تا انتقام خدا نگیره آرام نمیمونه. عثمان عثمانم بچیم بعد از ای شمشیر از تو است تا وقتی که انتقام خون بیادرتا نگرفتی ای شمشیر همراهت میباشه عثمانم. تو اصلا تشویش نکن جناب بامسی. تنها جایی که قاتل آیبارس فرار کرده میتونه فقط جهنم محسوب است. رفیق جانی، بیادر خونیم با این شمشیر پاکت قسم میخورم که این شمشیر تقدیر و آخرت خائن حتما تعیین میکنه و با زودی سرش از تنش جدا میکنه. سربازا فراموش نکنین هر کدامتان بازوی این مردم هستین. کمرتان خم نکنین. هر کدامتان بیرقی این مردم هستین. با زمین نفتین. هر کدامتان مثل بچه مای بارس قهرمان هستین. جانتان بتین. جانتان بتین. اما با دشمن اجازه نتین. با دشمن اجازه نتین قهرمانا.
جناب یونس، از کل چیز خبر دارم صوفیا. اگر میگالا محافظ شخصیتان نمی بود بازو وقت اونا یکی از افراد ما را دستگیر کرده از دانشگاه می گرفتن. برام درباره عثمان بچه تغرل بگو. پدرش خوشمشیر خود در قلب ما تیر کرده بود، اما بچهش عثمان حتی باید از چشماش ترسید. از امیال تمام تلاشش داره که خنجرش در قلب ما داخل کنه. میترسم تا که راز ما را پیدا نکنه، پشت ما را ایلا نخواد کرد. امشب میخوایم که کالانوس با دستای خود تکفور از بین ببره. ما آن موضوع عثمان تقدیر هم کاملا مثل دوستش خواهد بود. جناب قسمی که عمر کرده بوده با این کراچی داخل قلعه میشه. بعد از اینکه داخل قلعه شدم تنها باشم. شما فقط آماده باشین. فهمیده شد؟ اگه مطابق خواست ما پیش نرفتن مجبور میشم جنگ کرده از اونجا بیرون شوم. حالا دیگه بسم الله. الله یار و مددگارتان باشه. آمین آمین. راستش کاکا همراه عثمان یک جای سپاهیان رفتن. بران، ارکوت، بواچ اونا را مثل خود تربیه کده، مثل رمه گوسفند اونا را از پشت خود میبره. ای بچه بی عقل چی مشکل داره ها؟ چی میخواه؟ انتقام میخواه. اگه پدرم دی باره خبر شوه. با ای کلشخی بگو انتقام چی را خواد گرفت گندوز؟ فکر میکنم به خاطر مرگای بارس خدا گناهکار فکر میکنه کاکا. عثمان یک کار درست کرده وامی است که خدا گناهکار فکر میکنه.
اگه ای قسم فکر کده باز کار درسته کده. او مسئول مرگ آی بارس است، فقط امو. اما با تنهایی پشت انتقام رفتن و جان خود در خطر انداختن چی منو میتن؟ بگو برم دای قبیله ما به خاطر چی هستیم گندوز؟ اینجا سرزمین نماینده حکومت است، در اینجا گوسفند گرگ میخوره. بعدش گرگم رای چوپان یک جا اشک میریزه. کاکا یک دفعه پدرم به لطف خداوند پس بیایه، باز برش تو یک جزا خواد دادیم که در کل زندگی یادش نره. موضوع جزا دادن نیز بیادر زده. میفهمی زنجیر او فقط در دست بیادرم است. فقط با گپه پدرش گوش میکنه و بس. ای که آل او را چیز خواد شد یا کدام بلای سرش خواد آمد ار لحظه مرا جگر خون میسازه. کاش که بیادرم از خونیا پس می آمد و ما نفس راحت می کشیدم، کاملا راحت. استاد شو. الکسیس کجاست؟ تو کی هستی؟ ما بچه کاکای الکسیس هستم. مریض شده، چند روز باید استراحت کنه. درست است، برو. گادیوان کتا چی آوردی؟ با آشپزخانه قلعه شربت آوردیم. نه که ما حق نداریم از این شربت بخوریم ها؟ البته که حق دارین. عالی است، رفته میتونی. برو. شورم از آسمان پایین میفته و ایرا را ستاره ها برم نشان داده میره. بیا. کاملا وقتش است هلن. حال دیگه باید عاشقا به هم دیگه برسن. صوفیه اگر کامیاب شده نتانیم چی؟ فکر نمی کنی که ناامیدی بر روی پدر مقدس ما صدمه وارد می کنه؟ برو دروازه امید تک تک بزن. متوجه باشین. بشکی آخری رام بیارین.
چقدر به خاطر زحمت کشیدم. باید یک بار مزهشم خوب بچشم نه؟ فعلا دیگه اتاق قسم فهمیدی؟ از این دهلیز میریم باز وقت من داخل اتاق تکفور میشم. پیش سپایا برو شیریم متوجه هر نقطه قلعه باشین فهمیده شد؟ درست است جناب. ایره چی کنم جناب؟ تشویش نکن تکفور یورگو بولاس. عثمان هستم. جناب عثمان، شما با این کالا در اتاق ما چی میکنین؟ هر دوی ما در پشت یک چیز هستیم جناب تکفور. تیری که طرف شما پرتاب شده بود برتان نرسید، اما بعد از اینکه از قلعه بیرون شدم او تیر به بیادرم اصابت کرد. او را به شهادت رساندن. به خاطر که داخل قلعه زندگیتان نجات دادم خواستن مرا از بین برن، اما با جای من جان بیادرم گرفتن. ما در چی قسم یک دام افتیدیم جناب عثمان؟ کوشش نکنی که فتنه را در بیرون جستجو کنید جناب تکفور. باید بفهمی که چهار طرف تا فقط خائنا احاطه کرده و بس. بالای نزدیکترین افرادت هم اعتماد ندارم.